من تو کربلا داشتم میرفتم، گشتم شد یه جا زدم بغل غذا بخور. نشستم لب یه جدول یه غذا گرفتم. غذا رو گرفتم داشتم میخوردم. حسین فکر کن اینجا جدوله، یه آقای اینجا وایساد، اینجا قد 2 متر، عرضشونه 90، یه دشتاشه چرک مرتنش، اومد بغل من یه ذره رفتم اون برتر، اومد بغل من. غذامو خوردم، رفتم به این صاحب موکبه گفتم غذای خوب داری میدی، پذیرایی به این شیکی تر و تمیز. این بابا دست گذاشت رو شونه من، او کاریش نداشته. یعنی این روستای اومده هیچی نداره، بس کرده سایه بشه زائرا بشینن تو سایهش غذا بخور. ای سوخته ترین بدن زیر آفتاب، یا عبدالله.